سلام دوستای عزیز، چطورین؟ گند زدم، اینو پوشیدم که بریم بیرون. ولاگ کریسمسی میخوام برم شهر رو به شما نشون بدم. خیلیاتون پرسیده بودین کجا زندگی میکنه این حرفا، میرم بهتون نشون میدم و میریم میبینیم که بازار کریسمس چه خبره و لذت میبریم و کمره من میبرم. میخوام عکاسی کنم، یه ذره حال هوای عکاسی، ولی خب داشتم رژ لب میزدم که گند زدم. بذار بقیه رژ لبم بزنم بعد برم یا لباسم عوض کنم یا که این جاکت رو برعکس بپوشم. باید یه کار کنم چون میخوام عکسای کریسمسی خوشگل بگیرم. هدف رفتن بیرونم همین که به شما نشون بدم ولاگ، همین که بریم عکاسی کنیم. بچه امروز 25 دسامبر اینجا دیگه، اینکه خود روز کریسمسه. چقدر این سفید با سرخ میاد ولی این گنده رو زدم. چیکار کنم بچه ها؟ چیکار کنم؟ هیچی امروز نمیتونم ساری مود منو خراب کنم. حتی این الان میرم جاکتمو برعکس میپوشم. برم جاکتمو برعکس بپوشم. خب دوستان، من الان جاکتمو برعکس پوشیدم. ببینید اون سرخیه رفت عقب. یه ذره اینجا احساس خفگی میکنم ولی خب عیب نداره دیگه، همینجوری میریم. این اتفاقا میفته دیگه واسه یوتیوبرها، واسه ولاگرها. دیگه از خونه رکورد نمیکنم، بریم بیرون. زنگ زدم تاکسی بچه ها، از بس که شلوغه و دیگه کریسمسه کنسل کردن، گفتن که ما تاکسی نداریم، به همین خاطر میخوام با بس برم. دیگه پوکانا فروشون. من از بس پیاده شدم دیگه بچه ها. اینم نزدیکای مرکزشه دیگه. چندین جا درخت گذاشتن ولی خب اینجا نظر به مذهبشون یک جوریه که 25 دسامبر رو به عنوان کریسمس قرار نمیدن. یک تاریخ دیگه است، بعد از جنوری هستن، به جنوری هست دیگه. ببینین چقدر شلوغه، چقدر شلوغه این دست فروشان دیگه. نمیدونم اینجا دست فروشا چی شروع کردن. یک حالت عید داره دیگه. اینکه اینجا مثل افغانستان بادام زبونی داغ زیاد میاره دیگه. اینم شاه بلوطه که داغ میکنه. روا شاه بلوط من خوشم نمیاد از مزهش. کلا اینجا مثل ایران و افغانستان خیلی به میوه خشک علاقه دارن. الان مثل این فروشگاه رو ببینیم، البته این تازه باز کرده. این تازه باز کرده فروشگاه میوه خشک. Here is new. Tomorrow open it. Yeah, open. Okay. دیگه ببینید اینجا شیرینی سرا باز کردن. بیشتر مال فروشگاه های ترکیه.
شیرینی های ترکی. اینجا مقدونی است، یادم رفت بگم. و نظر به تاریخ شاید بدونین که فالا چا اینها، اینم میوه خشکش، اینم که منم. شیرینی هاشونم مثل ترکان. خب بچه ها، من مرکزشون اومدم و قرار اینجا یه عالمه عکاسی کنیم. این بابا نوئل اینجا، البته این بابا نوئلای پولیه. سلام بچه ها، دیگه گفتم یه کوچولو هم خودم رو ببینین که اینجا. Zdravo. Zdravo. Hello. No, I don't want photo. Ajde foto. No. Mano bezur میخوان بگن عکس بگیر. Jas que te snimam. Sjedi tamo da te snimam. Ajde. You want to take photo of me? Yes. Okay, let me set camera for you. Okay? Let me set. Huh? Da stigam so nezinio aparat. Da beda. I have my own camera. No problem. Where are you from? Okay. I'm from Afghanistan. Afghanistan? Da. Oh, Afghanistan. Very nice Okay, one country. moment. Da. Thank you so much. Thank you. خب بچه ها اینا باهاشون عکس گرفتم با این تیم. عکسام من میذارم، این اینستاگرام میذارم، توی ویدیو من میذارم. دیگه خیلی سعی کردن از من پول بکنن. میگفت باید 20 یورو بدی. من گفتم نه، من 3-4 سال اینجا، من 20 یورو ندارم. بعد بهشون 200 دینار دادم که 200 دینار میشه 4 یورو. چون کامera از خودم بود دیگه، در کمره خودم عکس گرفتن. ولی خب بازم دستشون درد نکنه. بذار بهتون ببینیم که اون طرف ها چیه. با هم دیگه الان میریم میبینیم. 2 تا 2024 یه دونه آبی گذاشتن، یه دونه اینور سرخ گذاشتن. بذاره قاطی پاتی معلوم میشه. دیگه همه دارن اینجا عکسای خوشگل میگیرن. اینجا هم یک بابا نوئلای دیگه هم. خیلی خوب، شلوغ نیست، چون اینا دیگه 25 دسامبر براشون کریسمس نیست، یه روز دیگه از تولد عیسی مسیح برای مذهب اینا. خب بچه ها، من قسمت بازارش الان میریم که یه چیزی بخوریم، خیلی گشنم شده. و مثلا اینجا از این قرفه ها دارن، الان بهتون نشون میدیم. اینها از این قرفه ها دارند و دونات میفروشن. Zdravo. Donut? One, this small. How much dinar? How much dinar? 80 dinar. Okay. Да. ده حالا این قیمت هاشونه بچه ها. و اینجا هم شکر انداختن، پودر قند و یه دونه از این پاپاراتو. فلا one moment.
No problem. No problem. فعلا بچه ها چه اینو گرفتم بچه ها. پیراشکی خیلی خوشمزه است. اینا اکثرا دیگه همه به غیر از پیراشکی چیز دیگه ای ندارن. پنکیک های کوچولو دارن دیگه. اینم پیراشکیه. مثلا جرمنی ساسج و از این چیزا دارن ولی اینا ندارن. این درینک میفروشه. این چیه؟ این قهوه میده. قهوه و چایی بعداً میایم میگیریم وقتی که خسته شدم. اینم چاکلت و هدیه مدیه میده به نظرم. چنانچه میبینین بنده خیلی خوشحالم چون قراره اینا رو بخورم. یک شوگر رش به هم وارد بشه و دیگه ملت ترقم میندازن. یک جای زیبا میخوام پیدا کنم بشینم در تنهایی این دوناتا رو بخورم. با من باشین، جایی نرین. چیرز. خجالت میکشم همه دارن به من نگاه میکنن. هیچ که از خودش فیلم نمیگیره. بچه ها من خیلی گوشنمه. من شام نخوردم. این مینی دونت ها یا پیراشکی ها خیلی خوشمزه است. نمیدونم چرا. و یک چیزی که این بلاگری آدم هم گوش نمیکنه. نمیفهمم. میره مثلا زحمت میکشه حاضر میشه ویدیو رکورد میکنه بس خیلی گوش نمیشه. چرا؟ الان هم دارم به این فکر میکنم بعد از این چی بخورم. آخه آدم تنها چیکار کنه دیگه به غیر از غذا خوردن. Oh no, thank you. Because you're so sympathetic, so sweet. No, I bought this before in this supermarket from you. My money is finished. Sorry. Ciao. کلان همه میخوان دیگه یه محصولی رو بهت بفروشن. اینجا هم یک رسانه دارن خبر پر میکنن، خبرگزاری. دیگه یه راهروی ساختن در نقش قلب. Sorry. Oh, hello. Hi. So beautiful. Where do you want to take picture? Here? On met gewoon een foto met Bluetooth dat zo. No. I asked I can take picture of you? Yes. And email you. Not in my YouTube, no. No. My email. Yes. No. Vol English. Hij er niet foto bedoelt me jou. I just picked your family? Yes. Okay. Hij de kjuna banden in Matzo. Okay. دوستا دیگه من وقتی خانواده میبینم خیلی به وجد میام. همینجوری ثوابی براشون عکس گرفتم و قرار شد بهشون بفرستم. قرار شد بهشون ایمیل کنم عکس‌ها رو. عکس‌های خانوادگی ازشون گرفتم توی این تونل قلب. خوب بود، بد نبود. ستینگ کامرام زیاد
به دلم نبود، ولی خب بازم عکس‌ها خوب اومد، بد نیومد. بریم یه قسمت‌های دیگر هم نشونتون بدم آخرای ولاگه. اینم از یادگاری ها و سوغاتی های مقدونی است بچه ها. اینا کار دسته، مثل سوزندوزی و سیمکاری میگن، یه اسم خوبی داره. اینا از این چیزا میفروشن. دروا کلیبند و البته من که یه مدتی اینجا نمیخرم از این چیزا، ولی خب برای توریستا خوبه دیگه. بذاریم بریم دوباره اون طرف دیگه. اون قسمتی رو میبینیم اونجا قرار آهنگ و آواز خونده بشه. این شهر بازی های موقت برای بچه ها. خب بچه ها من عکسامو گرفتم، خیلی هم سردم شده. نو این از من پوقانه میخواد، طرفدار این کارا نیستم واقعا. خلاصه این که هم من از بقیه گرفتم، بقیه از من گرفتن، تبادله دیگه. الان حسابی سردم شده، بریم یک چایی بخوریم. چایی رو که زدم دیگه میرم خونه با اجازهتون. بریم ببینیم چه جور چایی پیدا میشه. خیلی سرده، این چایی نداره. چایی کجایی؟ چایی این تیمه. اینجا قراره که کنسرت بذارن، البته شب سال نو. الان ما هم میریم چایی پیدا کنیم بچه ها. چایی پیدا کردم بچه ها. جای چای رو نمیدونم، این شرابه، چاییه، چیه؟ Zdravo. Do you have chai? Tea? Chai, yes. Okay. How much dinar? Just 60. One moment. 60. Okay. Okay. One chai. اینجا قیمت ها رو زده. چای این میبینین اینجا نوشته، این یعنی چای. این نمیدونم چای با چیه، من نمیتونم بخونم. فکر کنم این قهوه است. The green. Yes, thank you. تا که چای حاضر میشه میبینین بچه ها فضا رو. خیلی فضای زیبایی در کل. Thank you. Thank you so much. Thank you. Can you leave this? Can you take this back? Yes, thank you. But it need to No, that's more okay. time in the. No, I like this. Thank you. Ciao. Bye bye. اوه، از اینجا بذارم بچه ها. چاییم رو گرفتم، چای بخورم میرم خونه بچه ها. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه بچه ها. هرچند اینجا امروز رسما کریسمسشون نبود خب، ولی اینطوری بهتر خلوت‌تر باشه. خیلی شلوغ باشه دیگه منو پنیک میگیره و من کلا خیلی تو بیرون دختر خجالتی ام. الان به من نگاه میکنن که این داره از خودش فیلم میگیره و فلان بسان، یه جوریه. امیدوارم که از این ولاگ بچه ها خوشتون اومده باشه. منم کم کم میرم خونه. این ساختمونم یه هتل مریوت با کازینو.
بچه ها خواهش میکنم کامنت بذارین که شما ولاگ دوست دارین یا نه که بیشتر ولاگ بذارم یا بیشتر ریاکشن ویدیو بذارم. این ولاگ چطور بود دیگه؟ اینکه خیلی ممنون تا آخر دیدین. خداحافظ. بای بای. بای بای.